این کار دستی نیست، تکنولوژی آینده است. ببینید اون طرفش پیداست. این یه فن پلاسماست که هیچ موتور متحرکی داخلش نیست. به نظرتون با آتیش میشه آتیش رو خاموش کرد؟ یا بهتره بگیم آیا برق میتونه آتیش رو خاموش کنه؟ پدیده فیزیک پلاسماس جریان یونهای باردار هوای اطراف رو به حرکت در میارن و یک فن جادویی عجیب و غریب میسازه. توی این دستگاه هوا با برق حرکت میکنه. یونیزاسیون کاملا در شب مشخصه، یعنی داره هوای اطراف رو از طریق برق هل میده و به جلو پرتاب میکنه. یک رانشگره در واقع. از اونجایی که کل فن ما بر اساس های ولتاژ کار میکنه و ولتاژ بالا هست، گاز فندک باعث میشه که یک اختلال ایجاد کنه و جرقه بزنه. اینجا هم شما مشاهده میکنید که اون طرف فن هیچ خبری نیست و هیچ پنکه وجود نداره. این فن ها یک ایراد خیلی بزرگی دارن و میخوام که اینو برای من کامنت کنید و ایراد این فن رو بگید که آیا در آینده جایگزین فن های روزمره میشن یا نمیشن. و از اینکه ما رو لایک میکنید و نظرتون رو کامنت میکنید بسیار سپاسگزاریم.